حدود 2.5 میلیون سال پیش در دشت‌های شرق آفریقا گروهی از میمون‌های دوپا مسیر تازه‌ای در تکامل حیات آغاز کردند. آنها اولین موجوداتی بودند که تونستن ابزارهای ابتدایی بسازند و از آنها برای تامین غذا و دفاع از خود استفاده کنند. این گونه که امروزه با نام هومو هابیلیس یا انسان ماهر شناخته میشه، یکی از اولین اعضای شناخته شده خانواده انسان بود. آنها نزدیک به 1 میلیون سال در ساوانه‌های آفریقا زندگی در گروه‌های کوچک اجتماعی شکار و جستجوی غذا کردند و برای بقا در برابر خطرات بیشمار طبیعت تلاش کردند. زندگی براشون آسون نبود. دشت‌های آفریقا پر از شکارچیان قدرتمند بود و منابع غذایی گاهی محدود می‌شد. اما این گونه تونست دوام بیاره و با گذشت زمان برخی از نوادگانش راهی تازه در تکامل پیدا کردند و به گونه‌های پیشرفته تری مانند هومو ارکتوس و در نهایت هومو ساپینز تبدیل شدند. این انسان‌های نخستین قدی حدود 1.5 متر داشتند و بدنشون نسبت به انسان‌های امروزی پشمالوتر بود. دست‌های بلندشون هم برای بالا رفتن از درخت‌ها مناسب بود، چون اگرچه بیشتر وقتشون رو روی زمین می‌گذروندن، اما هنوز برای فرار از شکارچیان گاهی به شاخه‌ها پناه می‌بردن. پاهاشون نسبت به اجدادشون بلندتر شده بود و این به اونا کمک می‌کرد تا مسافت‌های طولانی رو روی دو پا طی کنن. جمجمه هومو هابیلیس کوچکتر از انسان‌های امروزی بود، با پیشانی باریکتر و صورتی که بیشتر به جلو کشیده شده بود. دندونهاشون شباهت زیادی به دندونهای ما داشت، اما دندونهای پیشینشون هنوز بلندتر و تیزتر بود، مشابه دندانهای شامپانزه ها. مغز آنها نسبت به اجدادشون بزرگتر شده بود و حجم آن به حدود 600 cc می رسید. اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنین که کلی انرژی بگیرم. یکی از مهمترین ویژگی‌های هومو هابیلیس توانایی ساخت و استفاده از ابزارهای سنگی بود. ابزارهای آنها که به اولدوان معروفن از تکه‌های تیز سنگ ساخته می‌شدند و برای بریدن گوشت، خرد کردن استخوان و تهیه غذا به کار می‌رفتند. بررسی این ابزارها نشون میده که اونا میدونستن چگونه سنگ‌ها رو به روش خاصی بشکنن تا لبه‌های تیز ایجاد کنن. این مهارت نشانه درک ابتدایی از ابزارسازی بود که بعدها در گونه‌های پیشرفته‌تر تکامل یافت. شواهد نشون میده که هومو هابیلیس احتمالاً شکارچیان بزرگی نبودن. دندونهاشون نشون میده که رژیم غذایی آنها بیشتر شامل گیاهان بوده و فقط گاهی گوشت مصرف میکردن. به دلیل نداشتن سلولهای پیشرفته احتمالاً بیشتر گوشت مورد نیازشون رو از لاشه‌های رها شده شکارچیان دیگر تامین می‌کردن. با این حال توانایی استفاده از ابزار به آنها امکان میداد تا گوشت را از استخوان‌ها جدا کنند و حتی مغز استخوان را استخراج کنند که منبع مغذی و پر انرژی بود. تحقیقات نشون دادن که هومو هابیلیس ممکنه در گروه‌های کوچک زندگی می‌کردند و نوعی نظم اجتماعی ابتدایی داشتند. یکی از کشفیات جالب مربوط به این گونه یک ساختار دایره‌ای از سنگ‌های آتشفشانی در دره اولدوای تانزانیا است. این ساختار که حدود 4 متر طول داشت احتمالاً بقایای یک سرپناه ساده بوده که برای محافظت از باد و باران ساخته شده بود. این کشف نشون میده که هومو هابیلیس ممکنه از اولین انسان تبارانی باشن که نوعی معماری ابتدایی رو به کار بردن. اگه به اینجور ویدیوها علاقه دارین حتما کانال رو سابسکرایب کنین تا بقیه ویدیوها رو از دست ندین. هومو هابیلیس در دنیای زندگی می‌کرد که چندین گونه انسانی دیگر نیز در آن حضور داشتند. این گونه‌های جدید بلندقدتر، قوی‌تر و مهمتر از همه باهوشتر بودند. در همان دوران هومو ارگاستر، هومو ارکتوس و هومو رودولفنسیس در مناطق مشابهی زندگی می‌کردند و رقابت برای بقا میان این گونه‌ها شدید بود. برخی از این گونه‌ها از نظر توانایی‌های شناختی برتر بودند و شاید همین موضوع باعث شده باشه که در نهایت هومو هابیلیس
در رقابت برای منابع شکست خورده باشند. علاوه بر این تغییرات اقلیمی نیز احتمالاً نقش مهمی در انقراض این گونه داشته. هیچکس دقیقاً نمیدونه که چرا هومو هابیلیس از بین رفت، ولی طبق یک پژوهش که در سال 2020 انجام شد به این نتیجه رسیدن تغییرات آب و هوایی در اواخر دوره پلیوسین باعث کاهش منابع غذایی در زیستگاه‌های هومو هابیلیس شد. ممکنه این تغییرات آنها را مجبور کرده باشه که برای زنده ماندن با گونه‌های دیگری رقابت کنند، رقابتی که در نهایت به نابودیشون انجامید. با اینکه هومو هابیلیس منقرض شد، اما مسیر تکاملی که آغاز کرده بود ادامه یافت. گونه‌های بعدی مانند هومو ارکتوس ابزارهای پیشرفته تری ساختند، به مناطق جدیدی مهاجرت کردند و در نهایت میلیون‌ها سال بعد نسل آنها به هومو ساپینز یعنی انسان خردمند امروزی ختم شد. داستان هومو هابیلیس داستان اولین قدم ما در مسیر طولانی تکامله، مسیر پرچالشی که در نهایت ما رو به جایی رسوند که امروز هستیم. اگه این ویدیو براتون جالب بود، نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارین.